سلام و وقت همگی به خیر. با برنامه کامنت در خدمت شما هستیم و امیدواریم تا پایان ما رو همراهی کنید. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و در این برنامه کلی کامنت براتون تهیه کردیم که میخوایم خدمتتون تقدیم کنیم. خب بهرام تو شروع میکنی یا من؟ من پیشنهاد میکنم ما این بار بیایم راجع به دستاوردهای نظام تو همین چند هفته اخیر صحبت کنیم. بله، ما مثلا بار پیش راجع به اون تبریک پارتی و افه های پیروزی و اینا حرف زدیم، ولی صحبتی راجع به این اتحاد و انسجام و این یک پارچگی بی‌نظیری که تو نظام ایجاد شده نکردیم. ابهام من اینه که کدوم اتحاد منظورته؟ اگه اتحاد بین باندهاست که از اول بوده سر غارت و کشتار مردم ایران، اتحاد جدیدی شکل گرفته ما ندیدیم؟ آره، این دستاورد جدیده. اینم من نمیگم، این انسجامی که ایجاد شده تو نظام اینو قالیباف میگه. تو تا حالا دیدی قالیباف چیزی دروغی بگه؟ ندیدم، راست بگه. تمام، ببین چی میگه. بگم این وحدت، این یک پارچگی ارزشش به مراتب بیشتر از این حرکت نظامی است که دلاور مردان ما در میدانی که به دست گرفتن انجام. من فقط به این قالیباف و هر کسی که ادعای اتحاد داره میگم تا همین نقطه کافیه. یعنی بیشتر از این متحد نشه. بیشتر از این خطرناک. در همین نقطه نگه دارن. ببین تازه همین قالیبافی که چرا خب میخوایم یک پارچه بشن چه اشکال داره؟ چون مطمئن باش ادامه بدن همدیگه جر و واجر میکنن. تو همین اتحاد با وحدت کامل همدیگه جر و واجر میکنن. این اتحاد با این فرمون برن همدیگه نابود کردن همدیگه. حالا همین قالیبافی که اتحاد میکنه، ببین یه جای دیگه سر وضعیت نظام چی گفت. حتما تو کشور ما یک اختلاف سلیقه هایی داشتیم، در بعضی زمینه ها بیش از اختلاف سلیقه، حتی در مسائل اصولی هم در بعضی جاها واقعا تفاوت جدی اساسی تفاوت رویکرد، بعضی وقتا هم واقعا در مبانی در اصول هم یک اختلافاتی داشتیم. ولی وقتی که خوب شد قطع کردی. اگه اینو دو جمله دیگه ادامه میدادن میگم نمیخوایم انقدر ما با هم وحدت داریم، نمیخوایم سر به تن هم دیگه باشه، اصلا تحمل ریخت و قیافه هم دیگه هم نداریم. نه جالبه که دارن استخون هم دیگه رو میجون، بعد میگه اختلاف سلیقه‌ای با هم داشتیم. حالا سوال من اینه که چطور میشه در عین حال که یک پارچگی و وحدت و انسجام داری، بعد اونطور که این پاسدار قالیباف میگه بر سر اصول و مبانی و همه اینا اختلاف داشته باشی؟ این چطور اتفاق میفته؟ به قول مرحوم عووی یادش بخیر با دو مثال، یکی متن گفتاری یکی تصویری روشنت میکنم. من و مردم میرم تو حیات وحش، چون قالیباف گفتی باید مجبورم از حیات وحش مثال بزنم. تو این گرگار دیدی شبا دور هم میشینن در یک اتحاد رویایی، یک پارچگی ملکوتی. بعد جلو که میریم این همه یه چیزشون بیداره یه چیزشون خواب، چون اگه میدونن یکی دو تا چششو ببنده حمله کردن اونو جر و واجر میکنن. اون تصویریش هم اینو نگاه کن تا این اتحاد قالیباف برات عینی و مادی بشه. حالا بابک از این که بگذریم، اینطور که به نظر میاد این داستان یکی به نعل و یکی به میخ زدن ظاهراً شگرد جدید این قالیبافه. چون تو همین مصاحبهش یه جا دیگه یه دونه از همین یه پا دو پا میره. اینو ببین. یکی از اصلی‌ترین پرسش هایی که وجود داره ناظر به این مسئله است که آیا ایران نسبت به حمله اسرائیل غافلگیر شد یا خیر؟ من نمیخوام بگم ما غافلگیر شدیم در اصل جنگ، نه. شهید سلامی اون شب در اتاق فرماندهی شد. اینجا نوع عملیات و مانوری که انجام داد غافلگیر شدیم به نظرم. و من اینجا میخوام بگم که واقعا یه شوک به همه وارد شد. این بپذیر. آقا ما بالاخره نفهمیدیم اینا غافلگیر شدن یا نشدن، چون هم میگه غافلگیر نشدیم هم میگه غافلگیر شدیم، تو شوک هم رفتیم. من اینجا یه مثال میزنم چون مثال از بحث طولانی شدن بحث جلوگیری میکنه. یه شب 3 تا دوز میرن خونه یه نفر، صاحب خونه بیدار میشه میبینه 3 تا دوز قلچماقن و اصلا حریفشون نمیشه. بعد من میگه به دوزا میگه امری فرمایشی کمکی نمیخواد، جای گاف صندوقو میخواد. میگه نه ما یه دایره میکشیم دوره، در طولی که ما داریم اینجا کارمون میکنیم از این دایره پاتو بیرون نذار.
اینم میگه چشم. صبح میام میرم خونه هیچی نیست، همسایه‌ها میگن تو دزدا رو دیدی؟ میگه میگن نه غافلگیر شدی؟ میگه نه. میگه دزدا رو دیدی؟ میگه آره. میگه چند نفر بودن؟ میگه 3 تا. میگه خب چرا کاری نکردیم؟ میگه چرا کاری نکردیم؟ 10 بار پامو از این دایره گذاشتم بیرون، کم کاریه. اصلا نفهمیدن که من پامو میذارم. اونا غافلگیر شدن. ما فکر کردیم این ضد و نقیض‌گویی ها فقط خاص قالیبافه، اما ظاهراً بیماری مصیبت آره نظام. این اصلا اپیدمی شده. ببین همین پزشکیان چه قیقاجی میره، اینم به همین درد مبتلاست. ما آماده این باز بشینیم گفتگو کنیم و راستی آزمایی کنیم. ما از راستی آزمایی هیچ وقت فرار نکردیم. ما آمادگی اینو داریم که دوباره بیان و بررسی کنن. ولی متاسفانه در حمله‌ای که آمریکا به مراکز هسته‌ای ما کرد، الان بسیاری از اون تجهیزاتی که اونجا بوده و یا فضایی که بوده تخریب شده و به این سادگی قابل دسترسی نیست. باید صبر کنیم ببینیم میشه به اون امکانات دسترسی داشت یا نه. الان من فهمیدم که مشکل این رژیم با دنیا به طور خاص سر اتمی نه مشکل غنیسازی، نه 60%، 90%، هیچی. مشکل سلامتی بازرساست. نمیتونن سلامتی بازرسا رو تامین کنن. اصلا به خاطر این صحبت من پیشنهاد میکنم جایزه صلح نوبل بدن به پزشکیان. اصلا نگران این بازرسا میان نتونن پیدا کنن. چهرهش معلومه چقدر نگران سلامتی این بازرساست. حالا اونجا میگه آماده این بازرسا رو با آغوش باز بپذیریم. حالا ببینیم رئیس شورای اروپا چی میگه. رئیس جمهور گفت ادامه همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به اصلاح رفتارهای دوگانه در قبال پرونده هسته‌ای ایران بستگی دارد. دوباره همون سوال، بالاخره بازرسا رو میپذیرن یا نمیپذیرن؟ ببین اگه منظورت بله یا خیره، نه، من الان اینجوری جوابتو میدم. الان اینا تو وضعیتی هستن که مسلمان نشنوه، کافر نبینه. یعنی الان وضعیتی که خامنه‌ای گیر کرده، هیچ پرنده‌ای، درنده‌ای، چرنده‌ای در چنین وضعیت بنبست وجود نداره. برای همینه که نعله به میخ میزنه. مطمئن اینا هم همینو از خامنه‌ای یاد گرفتن. خامنه‌ای هم اگه دقت کنی هر روز یه چیزی میگه. ببین اونم که خامنه‌ای نعله به میخ میزد، اونم از امام دجالش یاد گرفته بود. کلا گفتیم این بیماری هم مصریه هم ژنتیکه، یعنی منتقل میشه نسل به نسل. اسلام حکومت نداره. اسلام اینطور نیست که یه حاکمی مثل آقای هیتلر داشته باشد اونجا، مثل آقای کارتر که نظیر هیتلر است داشته باشد اونجا و سرکوبی کند همه را بزند و بکوبد. اصلا این چیزا در اسلام مطرح نیست. لکن این را باید همه بدانند اون روزی که من احساس خطر برای جمهوری اسلامی بکنم، اون روزی که من احساس خطر برای اسلام بکنم، اون روز اینطور نیست که باز من بشینم نصیحت کنم، دست همه را قطع خواهم کرد. حالا این زرشکیان تو مصاحبه با تاکر کارسون یه جمله دیگه هم گفت که خیلی بحث برانگیز شد. جمله خیلی ابهام‌آمیزیه. نگاه کن. این مرگی که میگن مرگ بر مردم آمریکا و یا روند مسئولین و دولت آمریکا هم نی. آقا اگر مرگ بر آمریکا، مرگ بر مردم و مرگ بر مسئولین آمریکا نیست، پس مرگ بر چیه؟ مرگ بر کیه؟ ببین باید اینجا دقت کنی. قانونی میگه دقت. ببین الان بعد این جنگی که داشتن وارد سیاست ابهام هسته‌ای شدن، تو سیاست خارجی هم وارد سیاست ابهام شعاری شدن. یعنی یه مرگ بر آمریکا میگن نه منظور دولت آمریکاست نه منظور ملت آمریکا. یه آمریکایی که معلوم نیست کجا، توی کره دیگه یه جهان موازیه، همینجوری میپرونن. منظورشون ولی این آمریکایی نیست، یه چیز دیگه است. حالا ولی بوفالو ولایت بعدش اومد گفت نه این خبرها نیست. وقتی میگی مرگ بر آمریکا منظور مرگ بر مقامات همین آمریکایی‌ها. میگیم مرگ بر امریکا یعنی مرگ بر دشمنان خدا که در امریکا هستند و دشمنان خدا در امریکا مگر غیر از دولت مردان امریکان. تازه این بوفالو آبروداری کرد. یکی از این امام جمعه هایی که خامنه‌ای تیر میکنه میفرسته نمایش جمعه که حرفاشو بزنن، اون برگشت گفت اصلا دشمن این پزشکیان رو سربازگیری کرده، اصلا باید مشاوراشو عوض کنه. اون تازه علم الهدا که آتشش کنتر از این بود.
گاهی حرفهای غلط و دشمن شاد کن رو خودی‌ها با آب و تاب نقل میکنن. نباید فراموش کنیم که در جنگ شناختی مردم هدف اصلی هستند. دشمن سربازگیری رو از بین جبهه خودی انجام میده. مثلا اخیراً رئیس جمهور بزرگوار با خبرنگاری که برای مردم خبر تهیه میکنه مصاحبه کرده. البته در این جلسات خبری به نظر میرسه که ایشون مشاورانش رو عوض بکنه شاید بهتر باشه. آقا عجب رئیس جمهوری شدین که هر کی از راه میرسه یه لگدی بهش میزنه، یه نسخه هم براش میپیچه. ببین کار به کجا رسیده، طرف رفته خیر سرش مصاحبه کرده یه دردی از نظام دوا کنه، این آخوند رسایی برگشته میگه ما با تو خفقون بگیر، تو فقط چایی تو بخور، حرفم نزن. منظورش اینه که تو دوغتو بنوش. این همون وضعیتیه که کلیت رژیم توش گیر کرده. یعنی خامنه‌ای از یه طرف با چرت و چولا و یاوه بگه که بسیجی‌ها نریزن مثل شرشر نکنن، از یه طرف باید پزشکیان رو بفرسته که سیگنال بده آقا ما اصلا جدی نگیرید شعارهای ما رو. بابا اینا اومدن 14 تا موشک بزنن، 14 ساعت هماهنگی تلفنی کردن. چرا راستی؟ سخته. ببین تو بخوای 14 تا موشک بزنی یه جا بخوره یه تر میریزی، بخوای 14 تا موشک بزنی که یه جایی نخوره با 14 ساعت تلفن. باور کن انرژی هماهنگیش کمتر از عملیات پیاده کردن نیروی متفقین تو نورماندی نبوده. چه ساعتی بزنیم، کجا بزنیم، مسیر موشک‌ها رو باید بگن، چند تاش از بالای سر شما چه از بغلش رد بشه، چه مختصاتی بخوام. نه سخته دیگه. حالا برگردیم به همون شعار. ببین اگر شما تو شعاراتون ابهام دارید، حالا نمیدونم هر منظوری دارید از شما که یه روده راست تو شکمتون نیست، ولی مردم ایران وقتی شعار میدن خیلی شفاف میگن مرگ بر خامنه‌ای، منظورش هم شخص خامنه‌ایه. وقتی هم میگن دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکا، منظورشون خامنه‌ایه. هیچ ابهامی هم برای کسی باقی نمیذارن. اما همه اینا رو ول کن، پیام صلح پزشکیان به جهان رو بچسب. ما دنبال صلحیم. من شعارم، باورم و اعتقادم بر این بوده که باید در دنیایی که داریم زندگی میکنیم همه انسان‌ها در فرصت محدودی که دارن بتونن در صلح و آرامش با همدیگه زندگی کنن. منظورش از صلح و آرامش چیه؟ منظورشو این لاریجانی گفت. الان میدونی که تلویزیون رو هر ساعتی باز کنی لاریجانی جواد داره، هر شبکه‌ای بری جواد لاریجانی داره صحبت میکنه. اصلا میگن خونش خورده تو این داستان جنگ، اون تو اونجا مستقر. اونجا مستقر شده چون بعدم این خیلی چی میگن شفاف دیگه، خیلی شفاف سازی شفاف سازی کرده. منظور از پیام صلح پزشکیان چیه؟ با هم گوش کنیم. اروپایی‌ها نمیتونن، غربی‌ها نمیتونن با خیال راحت این ور و بر برن، چون یه دشمنی اونا میتونن داخل پیدا کنن جنس خودشون، از گروه خودشون، که این 5 تا پهپاد در بیاره میزنه جایشون رو خراب میکنه. کی به کیه؟ بله میگه کی به کیه. حالا این حرفی که زد لاریجانی در واقع راه حلش برای صلح جهانیه؟ نه، برای مقابله با اسنپبک جهانیه که فارسی چی میشه؟ بقایی گفت دیگه، پسگشت جهانیه. یعنی که همون پسگردنی میگن حالا اینا یه سری تاکتیکای شناخته شده دارن که انجام میدن، یک سری تاکتیک ناشناخته دارن که تو رژیم مسئولش محسن رضایی که فقط خودش میدونه خودش این تاکتیکا چیه. در اون صورت به نظر شما ما دست بالاتر رو خواهیم داشت؟ بله، ما یه تاکتیکایی رو ناشناخته‌ای داریم. انشالله به امید خدا به فضل پروردگار متعال از همون رمز ناشناختگی استفاده خواهیم کرد. حالا این یه موردش رو از این تاکتیک‌های ناشناخته که زیاده رو کرده، گفته بریم یه بازی کامپیوتری درست کنیم که کاراکتر منفیش رئیس جمهور آمریکا باشه. کل راه حلش اینه، کم ضربه ما آمریکا. که حالا من خواهم گفت که شخصیت شناسی ترامپ رو چطور میتونیم ما به صورت یه بازی رایانه‌ای در بیاریم، دست این بچه‌ها بدیم باش بازی کنن تا شخصیت ایشون رو بفهمن. خیلی خنده دارم اصلا این بازی. میرسیم به کامنت یک جمله‌ای و این جمله این استاد تمساح که حالا که الان بحث
ژست ملیگرایی عظما هم هست، این جمله رو یادآوری میکنیم از رفیق گرمابه و گلستانش که گفته مراقب باشیم کسانی که اولویتشان ایرانی بودن از سر کار نیایند. من خیال این تمساح را در جهنم، در طبقات زیرین جهنم راحت کنم که هیچگاه اولویت خامنه‌ای این نیست. اولویت خامنه‌ای دشمنی با ایران و ایرانیه. نگران نباشه. نگران نباش. این رژیم که سرنگون بشه اولویت می شود ایران و ایرانی که اون روز هم دور نیست. پس تو در جهنم فعلا منتظر خامنه‌ای باش. ممنون که این هفته هم با ما همراه بودید و تا دیدار دیگه خدا نگهدار همگی. پیروز و پرتوان باشید. خدا نگهدارت. Comment